بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. خدمت تمام دوستان و عزیزان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در درس دهم از سلسله برنامه شناخت سیاست اسلامی قرار داریم و در این جلسه به شکل مفصل دوران سیاست در دوران سه خلیفه اول رو میخوانیم که سه خلیفه اول ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب و عثمان بن عفان چگونه به خلافت رسیدن، روش خلیفه شدنشان چگونه بود و طبق موازین شرعی چقدر تطبیق میخورد و مطابق خواهد بود و دیگه اینکه چه کارهایی را انجام دادن، مشهورترین کارهای سیاسی که انجام دادن چه بوده و آیا تفاوت‌هایی در سیاستشان از لحاظ سیستم سیاست تا زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم وجود داشته یا نه. به اعتبار اصل خود کاملا همو بوده، بر اساس حکم کتاب الله و سنت پیامبر بوده. اما منظور این است که آیا چی که هست از لحاظ سیستم حکومتی تفاوت‌هایی به وجود آمد یا نیامد که حالا ما در زمان خود میتونیم تفاوت‌هایی بیاریم. اما بحث ثوابت و متغیراتی که بارها قبلا توضیح دادم انشاءالله در این جلسه بیشتر میخوانیم و بیشتر شما متوجه خواهید شد. خب ابتداً صفحه کتاب خدمت شما دوستان ارائه میکنم. الخلیفة الاول ابوبکر الصدیق رضی الله عنه. کیفیت تولیت الخلافه، چگونه ابوبکر صدیق به خلافت رسید. ببینید اساس کار طوری که در جلسه گذشته هم توضیح دادم، در خلافت در بین مسلمین مسئله شورا هست و امرهم شورا بینهم. مسلمانان در بین خود مشورت میکنن و خلیفه تعیین میشه و به همین علت پیامبر صلی الله علیه و سلم تعیین نکردن. گفتیم رأی پیامبر تعیین میکردن کسی را، خب باز بعداً کی تعیین میکرد و به این خاطر و اینا که معصوم نبودن، افراد معصوم نیستن، لحاظا به خود امت اسلامی سپرده شده که امت اسلامی مشورت کنن بر اساس شورا، بر اساس قانون مشورت یکی را برای خود رهبر تعیین کنن و دقیقاً صحابه همین کار کردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم اشاره کردن به ابوبکر صدیق که حالا میخوانیم. قبض رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر وفات کردن، ولم یوصی بالخلافه تصریحا، پیامبر به طور صراحت کسی را تعیین نکرد به خلافت، هیچ کس از مردم را به هیچ کسی تعیین نکرد. این که ادعا می شود که علی بن ابی طالب تعیین شدن کلا یک چیز خرافه هست، یک اعتقادات بی‌دلیل هست و به بعضی از روایاتی چنگ میزنن یا به بعضی از آیات قرآن که اصلا ربطی ندارد. یک روز میگن به او آیه شده، یک روز میگن نه به این آیه شده، یک روز میگن به او روایت شده، یک روز میگن به این روایت شده. غالبا یا روایات ضعیف است یا برداشت ها نادرست است، یک برداشت استفاده جویانه ایه به اصطلاح که در واقع نمیخواد که به واقعیت روایت کار انجام بده. و به همین علت عملا هم که ببینیم علی بن ابی طالب رضی الله عنه ادعا نکرده که من از جانب الله تعیین شده هستم، هیچ وقت ادعا نداشته و اگر ادعا می داشته چی که از در زمان خلیفه سوم که به شهادت میرسه، وقتی مهاجرین و انصار میرن که او را به عنوان خلافت پیشنهاد میدن، میگه نه کسی دیگری را انتخاب کنید. اگر این وظیفه الهی باشد نمیشه نفر بگه برین کسی دیگه انتخاب کنید. مثل به پیامبر بگن تو پیامبر بیا دعوت بده، دیگه برین کسی دیگه به شما دعوت بده. کاملا یک حرف بی ربط است دیگه. نمیشه که همچین ادعایی بشه. ممکن نیست که پیامبر چنین چیزی بگوید و ممکن هم نیست که اگر علی بن ابی طالب از جانب الله تعیین بود چنین چیزی بگوید. و همچنین حتی در خود نهج البلاغه خطبه ششم میبینین علی بن ابی طالب میگه که حالا این برای ما حجت نیست، برای شیعه حجت است چون قبول دارن. در نهج البلاغه اونجا خطبه ششم میگه که مرا مهاجرین و انصار تعیین کردن، همون کسایی که ابوبکر و عمر را تعیین کردن. پس لازم به مشورت بوده و خود علی بن ابی طالب این ادعا نداشته و حسن بن علی فرزند علی بن ابی طالب به همین دلیل خلافت را وقتی تسلیم کرد به معاویه رضی الله عنه نگفت که وظیفه الهی بر من بوده من تسلیم کردم. و اگر این وظیفه الهی می بود مثل این میمونه که الله تعالی پیامبر را به پیامبری تعیین کند و پیامبر بگه نه این وظیفه را من نمیخوام از ابوجهل باشه، تسلیم کنه به ابوجهل و خودش تا آخر عمرم یک گوشه بنشیند تا اینکه فوت کنه، بعدا میگه می پیامبر بوده. ممکن هست همچین چیزی؟ حالا اینجا شیعه میگه امامت مثل نبوت است، از جانب الله تعیین میشه و معاویه رضی الله عنه هم بدتر از ابوجهل بود از نظر شیعه. خب حالا حسن ابن علی که به مثل پیامبر است از لحاظ مقام و منزلت که مقام امامت به او داده شده و امامت مقامی است مثل نبوت، بلکه از نبوت بالاتر است، از دیگه پیامبران همه بالاتر است بنابر اعتقاد شیعه. حالا اینجا
حسن ابن علی او رو بده به معاویه‌ای که از نظر اینها از ابوجهل بدتر است، تا آخر عمرم پس نگیره و مو حالت باشه تا زندگی کنه تا فوت کنه. آیا وظیفه خود اجرا کرده؟ آیا بزرگترین خیانت مرتکب نشده طبق مفکوره شیعه؟ ما که استغفر الله چنین فکری نداریم. ما میگیم که مسئله شورا بوده، بر اساس شورا مصلحت دیده این تسلیم کرده و معاویه رضی الله عنه مسلمانی بوده که اینها با هم از اصحاب پیامبر بوده، اختلاف نظر سیاسی داشتن و بالاخره به توافق رسیدن، مشکل حل شده. هر عقل سلیمی هم اینو میپذیره، اما او افکار به هیچ روش نمیشه پذیرفت. خب به هر صورت ابوبکر صدیق رضی الله عنه را پیامبر دستور دادن که برای مردم نماز بخواند در مرض وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم. این خودش ایحاء بحقیتی بالخلاف من بعدی، خودش اشاره است که ابوبکر سزاوارتر است از دیگران به خلافت و دقیقا همین هم دلیل گرفتن صحابه‌ای که او را خلیفه تعیین کردن. و وقع الخلاف بین المهاجرین و الانصار، بین مهاجرین و انصار یک اختلاف صورت گرفت. ببین اینجا خوبه که من یک نکته را توضیح بدم، به اویی است که بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه قبل از اینکه پیامبر را دفن کنن در رابطه به اینکه جاینشین پیامبر چه کسی باشد صحبت کردن. بعضی روی میپیچن ببین اینا دنبال مال و جاه بودن، یعنی کسی که مرض داره از درون مریضه، از درون مریضه، عینک سیاه به چشم خود زده، همه به چشم بد میبینه، در حالی که همون کار را اگر که از رهبرای خودشان بکنه باز توجیه و تحلیل میکنن. برادر اگر رهبریت وجود نمی داشت، رهبری نمیشد، مسائل خود چگونه حل میکردن؟ از کجا میفهمیدن پیامبر رو کجا دفن کنن، چگونه دفن کنن، نماز رو چگونه بخوانن؟ خب یک رهبری نیاز بود، ضرورت بود دیگه. و لحاظا به خاطری که از فتنه جلوگیری کنن در همچنین شرایطی دشمن یک بار حمله میکنه، یک مشکل دیگری ایجاد میشه و خصوصا که جریان مرتدین همون زمان پیش آمد دیگه و به لشکری همون زمان آماده بود برای جهاد به همراه رومی ها و ضرورت بود که رهبریتی وجود داشته باشد. اما ببینیم به چه زیبایی فیصله شده ای کار. معلوم میشه که از روی هواپرستی و اینا نبوده. اگر اینها چی می بودن؟ دنبال جاه و مقام می بودن، خب باید با هم می جنگیدن، جنگ میکردن، یکی که خلیفه میشد یکی دیگه میگفت نه من قبول ندارم. انصار خود جدا میکردن، مهاجرین جدا میکردن، لشکر او صحابی یک طرف میرفت، او صحابی یک طرف میرفت، هر کس قوم خود جدا میکرد. این کار کردن؟ نخیر، اصلا نشده این کار. امروز شما ببینید وقتی یک پادشاهی بمیرد، رئیس جمهوری بمیرد، یکی دیگر به جایش مثلا تعیین شود یا یکی دوران او خلاص میشه دیگری تعیین میکنن، چقدر وقت میگیره؟ همون کشورهایی که خیلی پیشرفته هست میبینی که یک عالم وقت میگیره تا به نتیجه میرسن. از مراحل انتخابات که شروع میشه تا جایی که به نتیجه میرسه از اول تا آخر یک عالم بحث داره. اون کشورهایی که عقب ماندن در این مسائل که اونا بماند دیگه که چی بدبختی هایی داره. و لحاظا صحابه ببینید که به یک جلسه یک ساعته مشکل حل کردن. آیا این جاه طلبی بوده؟ جمع شدن در سقیفه بنی ساعده، یک سقفی بوده خلاصه یک سایبانی بوده، همونجا جمع شدن مهاجرین و انصار طبق روایتی که در صحیح البخاری است، یک گفتگوی تقریبا شاید یک ساعت هم نشده باشه، یک گفتگویی انجام دادن و در همین گفتگو با صحبت‌هایی که صورت گرفته ابوبکر صدیق تعیین شده. انصار میگفتن از ما باشد، مهاجرین گفتن نه از ما باشد که از اصل خاندان پیامبر هستیم ما. و بعدن باز اونا گفتن، انصار گفتن یکی از ما باشد یکی از شما باشد، گفتن نه این باز اختلاف درست میشه. یعنی کاملا گفتگو بوده که به نتیجه برسن و بر اساس این گفتگو بعدن گفتن که نه این دو خلیفه که نمیشه باشه. گفتن پس امیرها از ما باشه، وزرا از انصار باشه. کاملا گفتن درسته و بعدن هم با عمر بن خطاب پیشنهاد دادن، باز عمر بن خطاب ابوبکر صدیق پیشنهاد داده و خلاصه تمام قبول کردن و هم بیعت کردن و هیچ کس خروج از این بیعت نکرده. تمام شهرها بعدم اطلاع پیدا کردن، قبول کردن، بیعت کردن، حتی به شمول علی بن ابی طالب رضی الله عنه. هیچ اختلافی هم به وجود نیامد، جنگی نشد، همه به اتفاق یکدیگر جریان مرتدین سرکوب کردند، جریان رومی ها رو سرکوب کردند و مقابلشان حکومت نظم بخشیدن، کاملا منظم شد و در دوران خلافت ابوبکر صدیق منطقه های از عراق فتح شد به دست مسلمین، منطقه های از جانب شام لشکر مسلمین بود و اینا همه میرسانه که مسلمان ها ید واحد بودن و مسئله جاه طلبی و مقام طلبی نبود. اگه می بود خب چرا به این سادگی حل شد؟ یک جلسه یک ساعته خیلی زیاده. واقعا پس پیامبر شاگردان خوبی تربیت کرده بود. اختلافی بین مهاجرین و انصار آمد و اختلاف چیز طبیعی است.
در مشورت اختلاف نظری چیز طبیعی است، نظرها مختلف بشه، اما مهمی است که این اختلاف اخلاقی نبوده، اختلاف قلبی نبوده و به همین دلیل میبینیم که اساس گفتگو حل شده، همه قبول کردن، قناعت کردن. فی من تکون الخلافه، که خلافت در کی باشد؟ اجتماع کردن در سقیفه بنی ساعده و بیعت برای ابوبکر صدیق به اتمام رسید به اتفاق همه. الملامح السیاسیه فی تولی ابی بکر الخلافه، نشانه های سیاسی و امور سیاسی مهمی که در خلافت ابوبکر صدیق اتفاق افتاد. اول ادراک الصحابه رضی الله عنهم اجمعین، صحابه درک کردن اهمیت تعیین خلیفه را برای امت، که خلیفه برای امت باید تعیین شه. خیلی جالبه که خمینی وقتی مرده بود جنازه او گذاشته بود که اینا به دنبال تعیین کردن جاینشین او بودن. وقتی به شیعه گفته میشه که بله رهبر شماست، خب چرا اینجا میگه اینجا ضرورت بود چون نظم به هم میخورد چنین چرا، میگه خب چرا در جریان صحابه همین دیدگاه رو نداری؟ در جریان یک افرادی که تاریخچه‌شان برای دنیا مشخص و معلوم است، جنایاتشان، خیانت‌هایشان، در اینا توجیه و تعویل میکنی. در رابطه به شاگردان رسول الله صلی الله علیه و آله عینک سیاه زدی به این شکل، اصلا الله بترس. فلم یشغلهم المصاب العظیم برسول الله صلی الله علیه و آله عن ذلك. صحابه خیلی غمگین بودن به خاطر پیامبر، شاگردان پیامبر بودن و در بین پیامبر در بینشان بود که با او دوستی داشتن و اینقدر علاقه داشتن و این مصیبت برایشان خیلی سنگین بود به وفات پیامبر، اما این سبب نشد که احساساتی بشن و پیامبر را فراموش کنن، وظیفه اصلی را فراموش کنن. لأن وقت فقد صاحب السلطة العليا في الدولة هي مرحلة خطرة في حياة الأمم. در بحث سیاست این رو باید دقت داشته باشیم که احساسات خیلی نباید دخیل بکنیم، باید کمی عاقلانه فکر بکنیم. دوره‌ای که صاحب سلطه در کشور فوت کرده و انتقال قدرت است به نوعی، یک دوره بسیار خطرناک است از زندگی امت. ترس این است که بعضی از مفسدا اینجا فرصت غنیمت بشمارن، فتنه درست کنن، فتثور الفتن، فتنه ها حرکت بکنن، فیصعب اخمادها، موضوع خیلی مشکل میشه خاموش کردن فتنه. دوم این که اجتماع صحابه، جمع شدن صحابه در سقیفه بنی ساعده لم یدم طویلا، خیلی طولانی نشد، ولم تجری فی مناقشات طویله، خیلی مناقشه های طولانی بین مهاجرین و انصار نشد، یا خیلی تنافس و صراع بشه، مسابقه بشه و کشمکش بشه، من خلیفه بشم تو بشی، خیلی طولانی نشد، نیم ساعت یک ساعت گفتگویی کردن. بعد تولی خلافت او هیدتون فی الکلام، یا خیلی تیز صحبت کرده باشن در صحبت، کما تصور بعض روایات ضعیفه، مثل که در بعضی از روایات ضعیف آمده همچین چیزی به تصویر کشیده که چهره صحابه بد نشان بده. التي شبهت الصوره الوضاء، که روایات بی اساسی که تشویه کرده، بد نشان میخواد بده آن صورت درخشانی را از آن اجتماع تاریخی بزرگ الذي قرر مسیر خلافه و دولت الاسلامیه، که مسیر دولت اسلامی را مشخص کرد به حزم و ترفع، بسیار به جدیت، به بزرگی و به یک احساس کبیر و بزرگ بالمسئولیه. معلوم شد احساس مسئولیت میکنن. سومی که عدم رغبت شخصی از صحابه رضی الله عنهم، رغبت شخصی نداشتن که به این قدرت برسن، رغبت شخصی نداشتن. ها این مصلحت میدیدن که اگر این کار باشه به مصلحت است، اگر این کار صورت بگیرد از این قوم بشه شاید به مصلحت باشه. مثلا انصار به این فکر که یعنی چون مدینه شهر انصار است، اینجا انصاری ها زیادتر هستن، از اینا باشه شاید بیشتر به نفع امت تمام بشه، مصلحت میدیدن، نه اینکه استفاده شخصی باشد. و حتی خیلی جالبه چگونه بیایم به ابوبکر صدیق ادعا بکنیم که این یا عمر بن خطاب که این خواهان جایگاه خلافت بوده، خیلی دوست داشته. خب کسی قدرت دوست داشته باشه برای چی دوست داره؟ برای که به مالی برسه، به پولی برسه، به چیزی برسه دیگه. خب ابوبکر صدیق به چی رسید؟ چه چیزی برای خود جمع کرد؟ در نهایت فقر زندگی میکرده، حتی معاشی از دولت نداشته که بعداً برای تعیین کردن از جهت ضرورت اونم آخر عمر خود بعضی اموالی که داشته گفته اینو بفروشین امور به پس به بیت المال مسترد کنین، که حتی معاشی نگرفته برای خود از دولت، چی برسه چیز دیگری ذخیره کند. به بچه خود داده، بعد از خود گفته پسر من باید خلیفه بشه. خب یکی دنبال قدرت میگرده، خب میخوای که بعد از او پسرش بشه و یک کسی دیگه بشه از اقوام خویشاوندان و نزدیکانش. اما این کاری که نکردن دیگه. خود چگونه بگیم که رغبت شخصی بوده؟ هیچ رغبت شخصی در خلافت نبوده و عدم سوالی میا طلب هم نکردن برای شخص خود، و این مبنی بر راهنمایی پیامبر بود که پیامبر در حدیث صحیح فرمودن یا عبدالرحمن ابن سموره، ای عبدالرحمن ابن سموره لا تسأل الاماره، امارت و امیر بودن رو طلب نکن، چرا که اگر بر اساس طلب
تو مسئول قرار گرفتی، به تو داده شد، وکلت الیها، سپرده میشی به خود همین مسئولیت. یعنی الله یاریت نمی کند. و اما اگه طلب نکردی و تو داده شد، اعینت علیها، کمک میشوی از جانب الله سبحانه و تعالی. این بس باز بعدا بیشتر خواهد آمد که طلب درست است یا نیست، بعدا میآید، حدیث هم متفق علیه است. این بس خیلی تفصیل بیشتر دارد. چهارم، سرعت التسلیم. دقت کنید که چقدر تسلیمی سریع بوده در جریان گفتگویی که داشتن. لمن استحق الخلافه، آخر گفتگو کردن دیدن واقعا همین آدم مستحق خلافت است، هیچ منازعه نکردن، زود تسلیم شدن. تمام. نه که قدرت نداشتن. انصار بیشتر قدرت داشتن یا مهاجرین؟ خب بدون شک انصار بیشتر قدرت داشتن، شهرشان بود، منطقهشان بود، افرادشان زیادتر بود. اما چی گفتن؟ با مجردی که گفتگو کردن ابوبکر صدیق تعیین شد، انصار گفتن چشم، سمعنا و اطعنا. تمام. احقیت مهاجرین بر انصار در امارت در اونجا مشخص شد. ششم، همه قبول کردن. صراحت و وضوح در عرض آرا، خیلی صریح بودن، در لفافه صحبت نمی‌کردن، فریب بازی نمی‌کردن، خیلی صریح نظریات خود میگفتن. این کار باید چنین بشه، این کار چنان بشه. خیلی زودن به نتیجه رسیدن، منافقت نداشتن. معالم سیاست ابوبکر رضی الله عنه، نشانه های بزرگ سیاست ابوبکر صدیق چی بوده؟ يمكن تحدید معالم سیاست ابوبکر رضی الله عنه من خطبه الاولى. اولین خطبه‌ای که ابوبکر صدیق برای مردم خوان، سیاست او را مشخص میکنه. دقت کنید که تا امروز هم این خصوصیات سیاسی کاملا برای هر زعیمی، برای هر رهبری ضروری و لازم است. اولا اینکه در صحبت خود که بیان کرد، ابوبکر صدیق رغبت شخصی نداشت در خلافت و تعیین او به اراده امت شده بود، نه به اراده شخصی. و در اونجا صحبت کرد، گفت که من ولیت علیکم ولست بخیرکم، من بر شما تولیه شدم، وظیفه دار شدم، یعنی من را تعیین کردن و من بهترین شما نیستم، من از شما بهتر نیستم، من فردی از شما هستم. دوم، در خطبه خود گفته تواضع بسیار بزرگ که خود یعنی از دیگران بهتر ندانسته، و هو فی الحقیقه خیر الامه بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم، در حالی که از تمام امت مقامی برتر داره طبق احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما متواضع بود. سوم، جعل الناس شرکاء له فی المسئولیه، مردم را همه در مسئولیت با خود شریک کرد، نکرد که استبداد رأی بکنه. به اعانت این الاحسان، با دیگران مشوره میکرد، صحبت میکرد. و تقویمه فی حال الرجاج، جایی که اگر راه کج میرفت او را راست میکردن، با او صحبت میکردن، مشوره میدادن، راست میکردن. یعنی نظر خطایی اگر داشت مشوره میکردن، بعد این نظر اگر این شکل نباشه این شکل باشه. و علی بن ابی طالب از اعضای این شورا بوده، وزیرشان بوده، بدون انکار از هیچ کس. حتی شیعه هم نمیتونه این انکار کنه. علی بن ابی طالب در کنارشان بوده و در جنگ هایی که به همراه مرتدین داشتن، علی بن ابی طالب در رکاب ابوبکر صدیق بوده، به همراهشان بوده. چی میتونه بیره توجیه بیجا بکنیم؟ چهارم، الحرص علی سلامت الناس فی دینهم، حدیث بوده که مردم در دین خود سلامت باشن، به دین مردم کار کرده. پنجم، العزم علی رد حقوق الضعفاء المظلومین و قهر الظالمین، اینم در خطبه خود صحبت کرده که ضعیفترین شما در نزد من قوی است تا حقش را بگیرم، قوی ترین شما در نزد من ضعیف است تا حق مظلوم را از او بگیرم. عزم جدی داشته که حقوق ضعفای مظلومین را برگرداند. ششم، تاکید داشته بر طاعت مردم له، که مردم اطاعت کنند از خلیفه خود، اما اطاعت مقرون به طاعت الله و رسولش، تا وقتی که مطابق اطاعت الله و رسول است. کما تمیزت سیاست رضی الله عنه بالعزم علی انتهاج سیاست الرسول صلی الله علیه وسلم، تمام تلاش و کوشش اویی بوده که طبق منهج رسول الله صلی الله علیه وسلم چی کند؟ به اصطلاح خلافت خود را پیش ببرد. و از جمله میبینیم عزم جدی داشته که لشکر اسامه باید برود، در حالی که خیلی از صحابه موافق نبودند. نظر و مشورهشان این بود که این لشکر نرود، به خاطر که داخل مدینه ممکنه که قوقایی بشه، مرتدین پیدا شدن، این لشکر میخواد بره به جنگ روم، فعلا نره. ابوبکر صدیق گفت بیرقی را که رسول الله به دست خود بسته چگونه او را باز کنم؟ امکان نداره، باید لشکر برود. و خیلی جدی بوده و خیلی نتیجه مثبت هم داده، نتیجه بسیار عالی هم داد. برخورد ابوبکر صدیق رضی الله عنه که این لشکر از کنار منطقه مرتدین در واقع گذشته و رفته به منطقه رومانی ها، و اونام ترسیدن و عقب نشینی کردن. مرتدین هم متوجه شدن که اینها واقعا خیلی قوی ان که اصلا خیالشان ما نیست لشکر به روم میفرسته، و بعدا با مرتدین هم که جنگیده. که اتجه ابوبکر رضی الله عنه لبسط نفوذ دولت الاسلامیه، برای بسط نفوذ دولت اسلامی کار کرده و نشر کرده اسلام را در دیگر شهرها و با حکام ظالم جنگیده
ظالمون و مستبدینی که البته جنگ ایران و به اصطلاح ایران که فارس که بگیم سرزمین فارس، امپراتوری فارس از قبل در واقع شروع شده بود و خود فارس ها به خیلی از منطقه ها لشکر میفرستادن، حمله میکردن و اینجا بوده که مسلمان ها لشکر فرستادن و در عراق جنگ های صورت گرفته که فارس ها شکست خوردن. و کان هذا بعد فراغ من هروب الرده، بعد از اینکه جنگ های مرتدین رو تمام کرده، مرتدین سرکوب کرده و آرامش در داخل دولت به وجود آورده، بعدن اجزایی از بلاد فارس و بلاد روم یا به صلح، بعضیا به صلح گرفته شده، خودشان صلح کردن چون در زیر سلطه فارس ها به اذیت بودن، بعضی هم به جنگ شده، هم در منطقه عراق هم در منطقه شام. عراق به دست فارس ها و شام به دست رومانی ها. خلیفه دوم ابوبکر صدیق عمر بن خطاب رضی الله عنه، دوران خلافت ابوبکر صدیق تقریبا 2 سال و نیم بوده، تقریبا 2 سال و 3 ماه. دوران عمر بن خطاب طولانی بوده، لازم در دوران خلافت ابوبکر صدیق یعنی اتفاقات به او اندازه که در دوران عمر بن خطاب بوده نیفتاده، اما تحبناها رو درست کرده و خلافت مستحکم ساخته. دوران عمر بن خطاب فعالیت خیلی زیاد شده. کیفیت تولیه الخلافه، چگونه عمر بن خطاب به خلافت رسید؟ ببینید اینجا بعضی فکر میکنن که خلافت عمر بن خطاب بر اساس شورا نبوده، بعضی قانون بدو شده، در حالی که نه، چنین نیست. بازم به اساس شورا بوده. چگونه به اساس شورا بوده؟ ابوبکر صدیق در اخیر عمر خود به خاطری که بین صحابه و اینا اختلافی دیگه به وجود نیاد در تعیین خلیفه، یعنی ساده‌تر کار پیش بره، آمد مشورت کرد با صحابه، گفتگو کرد و در گفتگوها به این نتیجه و شناخت خودش و گفتگوهایی که داشت عمر بن خطاب را بهترین شخصیت شناخته و بعداً گفته این بعد از من خلیفه است و نظریات مردم رو هم که خواسته اغلباً و اکثرا راضی بودن. البته عده‌ای آمدن یک مشکلی را مطرح کردن که اونم ابوبکر صدیق به اونا جواب داده. مشکل این بوده که بعضی آمدن گفتن که عمر بن خطاب، نگفتن که خلاف شریعت کار میکنن، نگفتن آدم بدی است، گفتن این تندخوست، طبیعت تندی داره، ما با او به مشکل نخوریم، از این جهت ترس داشتن. ابوبکر صدیق گفت نه، من متوجه هستم که در جایی که من نرمی میکنم این تندی میکنه، کمی سختگیری میکنه، جایی که من سختگیر باشم باز این نرمی میکنه و این بعد از من باز این چنین نخواهد بود و همچنان هم شد. یعنی تندی در جایی بوده که توازن بیاید و اعتدال بیاید. عمر ابن خطاب رضی الله عنه به این میرسونه که در حکومت باید توازن باشد، نه نرمی مطلق نه خیلی تندی مطلق، هر دو با هم که باشه این معتدل میشه و به توازن کار پیش میره. عمر ابن خطاب رضی الله عنه خلیفه شد به استخلاف ابوبکر صدیق. ابوبکر صدیق رو جاینشین خود به اصطلاح تعیین کرد، اما بر اساس مشورت، نه اینکه به زور و استبداد. مشورت کرده و به همین علت هم همه قبول کردن، کسی مخالفت با او نکرده و هیچ کدام ناراضی هم نبودن از خلافت او و خیلی هم خوش بودن. بعداً فقط یک مشکلی بود که مشکل هم حل شد و ذالک الله لما نزل بابی بکر رضی الله عنه الموت، نزدیک وفاتشون که شد، عبدالرحمن ابن عوف رو طلب کرد، گفت در رابطه به عمر به من بگو. ببین یعنی مشورت کرده، نه اینکه زورگویی و استبداد کرده، مشوره کرده، نظر خواسته از بزرگان اهل حل و عقد، از بزرگان کسایی که میفهمیدن و عمر را میشناختن. گفت که اینو افضل من رأی که فی من رجل. عبدالرحمن ابن عوف گفت از او چیزی که تو گمانداری بهتره، از تصور تو هم بالاتره، او همین قدر آدم خوبی است، الا انه فی غلظه، اما کمی درشت و تند است. فقال ابوبکر ذلك لانه يراني رقيقا، گفت به خاطری که میبینه من نرم هستم و درشتی میکنه. ولو افضل الامر الی لترك كثيرا مما هو علی، اگر خلافت به او برسد خیلی از این تندی ها ترک میکنه. میگه من میبینم که وقد رمقته، میگه من او را چی کردم، متوجه او بودم، محافظت یعنی تعقیب کردم، متوجه بودم، رمقته یعنی مراقبت کردم، او را متوجهش هستم که وقتی من خشمگین میشم بر کسی ببینم که این شخص ارانی الرضا عنه، به من رضایت از او شخص نشان میده، نه او آدم خوبی است، و زمانی که به یک نفر من نرمی میکنم شدت نشان میده تا این معتدل بسازه. و دعا عثمان بن عفان، بعدا ابوبکر صدیق عثمان بن عفان که بزرگان صحابه بودن، اینها بهترین اصحاب رسول الله بودن، اصحاب مشورتش بودن، او را طلب کرده، گفت در رابطه با عمر به من بگو. گفت سریرته خیر من علانیته، گفت پنهان او از آشکارش بهتر است. ما شما هر کدام آشکار ما با پنهان ما یکی نیست،
علنی پیش مردم آدمای بهتری هستیم، پنهانی باز کارایی میکنیم که شاید مناسب نباشه بعضی وقتا، انسانی ما. اما میبینیم که او میگه که سریرته خیر من علانیته، پنهان او از آشکارش بهتر است. ولیس فینا مثل، در بین ما مثل او نیست. ابوبکر به هر دویشان گفت لا تذکرا مما قلت لكما شیئا، از این چیزی که به شما گفتم به کسی هیچی نگویید. ولو ترکته ما عدوت عثمانه، اگر او را ترک کنم از عثمان تجاوز نمی کنم، به عثمان میدهم. والخيرة له الا يري من اموركم شيئا، و اختیار برای اوست که آیا از امور شما را میکند این کار یا نمیکند. ولو وددت انی كنت من اموركم خلوا، کاش که من همین وظیفه با من سپرده نمیشد، کاش این وظیفه به دست من نمی بود. ببینید اینجا یک نکته جالب هم هست. بعضی شاید بگن که ببین استبداد کردن دادن به یک نفر. خب به کی داده؟ به پسر خود داده. ابوبکر صدیق پسر داشت، عبدالرحمن ابن ابی، چرا به پسرش نداد؟ اصلا اینا از یک قوم نیستن، از قریش هستن، اما در قریش شاخه هست. این از بنی تیم است، او از بنی عدی است. چرا به اقوام خود نداد اگر مثلا این مسائل موضوعات می بود؟ اما این کارو نکرده و اصلا این بحث مطرح نبوده و چون دیده این آدم با صلاحیت است به اساس صلاحیت برای او داده. و این جالب ببینید عثمان ابن عفان و عبدالرحمن ابن عوف جریان خبر شدن. اگر اینا دنبال قدرت طلبی و جاه طلبی می‌بودن، پنهانی میرفتن این خبر میدادن، کودتا درست میکردن، تشکیل میدادن که نه اون نباید بشه ما باید بشیم. جریان‌های امروزی می‌بینیم، سیاست‌های فاسد امروزی. اما این کارا رو نکردن و این میرسانه تربیت زیبای پیامبر این چنین شاگردانی را که نظیرش رو ما در تاریخ نداریم. اما متاسفانه ایده میخوان همینا رو بد جلوه بدن، متاسفانه یا از جهالت یا از دشمنی با اسلام. و کنت فی من مضى من سلفکم، میگه من در گذشته هم میگه از سلف شما بودم، یعنی از گذشتگان شما هستم که میرم دیگه. و کاش که من خلاصه میرفتم و از گذشتگان میبودم و میرفتم و خلیفه شما نمیشدم. یعنی خود سخت میبینه که حالا من چیکار کنم، مسئولیته. طلحه ابن عبیدالله آمد پیش ابوبکر گفت که عمر را برای مردم خلیفه تعیین کردی، وقد رأیت ما یلقى الناس منه انت معه، تو میبینی که تو به امرای او هستی، او با مردم درشتی و تندی داره. و کیف به اذا خلا بهم، بزرگترین مشکل امیره میگن، نمیگن خلاف شریعت کار میکنه. بعدا میگن که زمانی که تنها بشه و تو با پروردگار خود ملاقات بکنی، فسائلک عن رعیتک، الله از تو میپرسه از رعیت تو چی میگی؟ ابوبکر گفت که من چنین میگویم، اجلسونی مرا بنشانید، مریض بوده و اجلسو او را نشاندن. گفت اب الله تخوفونی، شما مرا به الله میترسانید. اذا لقیت ربی، وقتی پروردگار خدا را ملاقات کنم از من بپرسد میگویم کسی را خلیفه کردم که بهترین اهل تو بود، بر اهل تو خلیفه کردم، بهترین را. بعدا ابوبکر صدیق عثمان بن عفان را طلب کرد در خلوت و گفت نام عهدی نوشته کن برای عمر بن خطاب. بعدا امر کرد که این را به مردم بخواند. بعد ذالک گفت مگه فوت کرد و به مردم بخوان. مردم حالا اینجا که خوانده مردم چی گفتن؟ مخالفت کردن، گفتن سمعنا و اطعنا، شنیدیم اطاعت کردیم، چشم، کاملا درسته. ثم احضر عمر فاوصاه، بعدا عمر رو حاضر کرد و وصیت کرد. ها، به پسر خود کسی حق نداره که وصیت کنه، بعدی پسر من باید بشه، به اقوام و خویشاوندان خود، به کسی که امت مصلحت دیدن و مشورت کرده. بر اساس مشورت این میتونه یکی از روش‌های تعیین خلیفه یا یکی از روش‌های شورا باشه. لازم هم نیست که حتما حالا به این روش باشه. در اون زمان همین روش خیلی نتیجه داد، خیلی خوب بوده. روش ها پس میتونه متفاوت بشه. اصل کاری که بر اساس شورا و مشورت باشه. آیا در زمان ما شاید شورا و مشورت به اون شکل نباشه، به شکل دیگر باشه. و اینا از مسائلی که قابل تغییر هست، تغییر پذیر. اینا الفوائد السیاسی المستنبطه من تولی عمر رضی الله عنه للخلافه. حالا چه فواید سیاسی حاصل میکنیم از خلافت، چگونگی خلیفه شدن عمر بن خطاب؟ اولا حرص شدید در اختیار کسی که متولی امور مسلمین بشود. خیلی حرص وجود داشته و ابوبکر صدیق خیلی توجه داشته که در مریضی خود اینو تعیین کنه. دوم حرص صحابه رضی الله عنهم بر شورا، اقتداء به نبی محمد صلی الله علیه و آله، مشوره میکردن، نظر میدادن، استبداد رأی نبوده. سوم اخلاص و خیرخواهی در ابداع رأی وقت مشاوره، وقت مشوره خیرخواه بودن، همون چیزی که واقعی بوده میگفتن. آدم خوبی است اما تند است، هم خوبی میگفتن هم مشکله، یعنی نه بی انصاف بودن و نه خیلی چی بودن، بی پروا بودن، بی توجه بودن، منصفانه صحبت میکردن. چهارم عدم رغبت شخصی از صحابه بر تولی مسئولیات، خشیت من عدم القیام. حتی عمر بن خطاب آمد پیش ابوبکر صدیق گفت من قبول ندارم میره،
اصلا چرا من تعیین کردی؟ او گفته نه این تعیین میخوای قبول کن میخوای نکن، باید این مسئولیت تو بپذیری. به زوری را قبول کرده. و اگر بگیم عمر بن خطاب طوری که شیعه میخواد تلقین کنه بله خواهان خلافت بوده گرفته، خب برای خود چی جمع کرده؟ به یک سفره 2 غذا نمیخورده، به بچه خود بعدن خلافت داده، به اهل بیت خود داده، وظیفه حتی برایشان داده. سخت‌ترین حالات خانواده عمر داشتن در دوره خلافتش، از بس سختگیری داشته با اونها. ما چگونه بیایم بگیم بیا در دنبال دنیا بوده؟ از الله باید بترسیم، چقدر بدبختی است. پنجم، توازن سیاسی بین خلیفه و اعوانش در شدت و لین. باید در تندی و نرمی، شدت و لین، سختگیری و نرمی باید توازن باشه. اگر خلیفه نرم است وزیر او باز کمی درشتر باشه و بالعکس. ششم، مراقبت الله سبحانه و تعالی فی اختیار من یتولی امور المسلمین. متوجه بوده ابوبکر صدیق که جواب الله رو چی بده، مراقبت داشته به این که الله از ما بپرسه چی جواب میدم، از الله میترسیده. دوم، توثیق امور مهمه به کتاب نوشته کردن و این میرسانه که در دوائر دولتی کوشش بشه که امور دولتی ثبت بشه، وثیقه بشه، مستند بشه. مثل که به عثمان بن عفان گفت بگی بنویسیده که کاتب وحی پیامبر صلی الله علیه و آله بوده. معالم سیاست عمر، نشانه های بزرگ سیاست عمر و امور بزرگی که اتفاق افتاده. عمر رضی الله عنه در خلافت خود حسن سیاست را نشان داد و الحزم و تدبیر، خیلی جدی، خیلی مدبرانه طوری تنظیم کرد که 2 امپراتوری در زمان او به زانو نشستن، شکست خوردن. کسی خلافت درستی نداشته باشه، مردم او راضی نباشن، میتونه چنین کاری انجام بده؟ تو خلافت بزرگ به پیش او زانو زدن. با خودش در مدینه، در مصر به یک نفر ظلم اندکی بشه مطلع میشده و جزای ظالم رو میداده. به این میرسانه اقتدار را، تدبیر را، جدیت را، و لحاظ مردم عموما از او راضی بودن. السحر علی مصالح الرعیه، شوخی ندارد که در یک زمان با 2 امپراتوری درگیر باشی، تمام امور داخلی را هم کنترل کنی، همه منظم داشته باشی و 2 امپراتوری هم در مقابل تو به زانو بیفتن، شکست بخورن و بعدا تو اصلا سیاستمدار نباشی، دنیا طلب باشی. ممکن است همین چیزا، یک چیز آدم بگه که عقل سلیم رو بپذیره. دوم، السحر علی مصالح الرعیه، شب بیداری میکرد به خاطر مصلحت های رعیت. حتی او خانومی که شوهرش از بستر او دوره به جهاد رفته، همون متوجه احوالش بوده، برای او قانون وضع کرده بر اساس مصلحت ها و ضرورت ها. مصالح رعیت میدید و مصالح رعیت طبق ضرورت های زمان تغییر میخوره و باید حاکم متوجه باشد که چه ضرورتی دارن مردم من در شرایط زمانی من. سوم، حریص بوده بر اقامه عدل. مشهور بوده دیگه عمر فاروق، عمر عادل مشهور است. چهارم، تدوین دواوین، کسی به انصاف، یعنی حتی خیلی جالب است، مایکل هارت به همراه تیمی تحقیقاتی که داشتن و 100 مرد بزرگ تاریخ رو معرفی کردن، یکی از افرادی که در بین 100 مرد است عمر بن خطاب است. در تاریخ جهان بین 100 مرد او به شهادت بیگانگان، به شهادت غیر مسلمان. دیگه اینکه در دوران خلافت خود عمر بن خطاب متوجه بود که بعضی از امور از جمله متغیرات است. سیاست بر اساس سیستم سیاسی، بر اساس ضرورت‌های نظام حکومت‌ها چیزایی به خود در خود زیاد میکنه. به این خاطر تدوین دواوین کرد، دیوان‌ها درست کرد. دیوان عطا یعنی از بیت المال چیزی که به مردم داده میشه، و دیوان جند، لشکر بیایم اسم نویسی کنیم، کلا لشکر دیوان نوشته کرد. کتاب تاریخ درست کرد. تاریخ تا اون زمان سال فیل بود و بعد از سال فیل و قبل از سال فیل. اما آمد هجرت رسول الله صلی الله علیه و آله تعیین کرد و تا امروز هم تاریخ هجری مشهور است، هجری شمسی، هجری قمری. این امور رو تنظیم کرد. پنجم، فرض الفروض، آمد یک کار دیگه تنظیم کرد. بیت المال مال و پول دارایی زیادی پیدا کرده بود، بر اساس غنایمی که داشت، بر اساس جزیه هایی که میگرفت، عشر و خراجی که بود، زکات هایی که بود، اینا رو جمع آوری میکرد همه در خزانه دولت، در بیت المال. این نبود که به کیسه شخصی خود کند یا به اقوام و خویشاوندان خود بدهد، بلکه اینا رو به کل ملت اسم نویسی کرد، برای هر فرد، برای تا بچه‌ای که شیر میخوره، برای او از دولت معاش تعیین کرد. ماه به ماه معاش اینقدر بدیم برایشان. دولت برایشان مزد و معاش میداد، از کیسه دولت میامد، مشکل مردم حل میشد. و این چیزی بود که عمر بن خطاب تعیین کرد. و اعطى العطاء على السابقه، و به کسایی که سابقون الاولون بودن بیشتر میداد.
قال ابو هریره رضی الله عنه فرض للمهاجرین الاولین 5000 برای مهاجرین اولین 5000 میداد، برای انصار 4000 میداد و به امهات المؤمنین 12000 میداد، 12000 به خاطر ضرورت های زندگیشون در هر سال. و جالبیه که برای پسر خود عبدالله ابن عمر که با او هجرت کرده به او 3000 فکر کنم میداد، 3000 و 3000 است. اما برای نواسه های رسول الله صلی الله علیه و حسن و حسین باز به اندازه مهاجرین 5000 میداده. و حتی بچه‌ها گفتن بابا چرا به اونها میدی به ما نمیدی؟ گفت که او چی است؟ اونها به همراه پدر خود نواسه های پیامبرن، شما خود به او مقایسه میکنید؟ اونها از جمله مهاجرینن. گفت خب ما مهاجرین. گفت نه، تو به طبع ما هجرت کردی. من پدر تو بودم هجرت کردم، تو هم به طبع ما هجرت کردی. تو خیلی هجرت تو دیگه از این لحاظ مدار اعتبار قرار نمیدم. یعنی سختگیرترین فرد نسبت به خانواده خود بوده. میخوای به خاطر چی خلیفه شده؟ به خاطر دنیا شده. ششم الاقتصاد الشدید فی نفقه من بیت المال. خیلی اقتصاد شدید مراعات میکرد، یعنی خیلی میانه روی میکرد در نفقه اهل بیتش از بیت المال. این نبود که چیز زیادی از بیت المال بگیره ذخیره کنه. چقدر زمین بعد از او مانده، چقدر میراث از او مانده. و یدل علی ذلك جوابه علی سوال موجه الیه. و لحاظا از او سوال کردن، گفتن برای تو چی حلال است از این مال بیت المال؟ چقدر از مال بیت المال استفاده کنی؟ گفت ما اصلحنی و اصلح ایالی بالمعروف. ایالی بالمعروف. گفت به اندازه‌ای که صلاح من باشد، صلاح خانواده من، به روش عرف و نیک، به روش معروف و نیک، به همون اندازه‌ای که ضرورت من و خانواده من به جا بشه. و حلت الشتاء، یک دست لباس در زمستان، لباس زمستانی، و یک لباس تابستانی. سال 2 لباس، یکی زمستانی یکی تابستانی. و یک راحله‌ای که عمر برای حج و عمره خود استفاده کنه، یک سواری که به عمره برون، به حج برون. و دابتون فی حوائجی، و جای دیگه یک حیوانی هم برای جهاد و برای دیگه ضرورت ها. و بعدن گفت اینی انزلت نفسی من مال الله منزلت مال الیتیم. من خود را نسبت به این مال بیت المال به منزله سرپرست مال یتیم قرار میدهم که در قرآن کریم آمده. در قرآن چی آمده؟ ببینید آیت مبارکه در سوره مبارکه نساء، در وابتلوا الیتامی سوره آیه 6. بعدن میایه و من کان غنیا، کسی که سرپرستی مال یتیم را میکند اگر پولدار است فلیستعفف، از مال یتیم استفاده نکنه، وقت بگذاره مال یتیم روی تجارت و معامله و اینها بکنه، اما چیزی برای خود از او بر نداره. و من کان فقیرا، اما اگه سرپرست فقیر بود، اگر مصروف سرپرستی مال یتیم میشد، خودش زندگیش میماند. فلیأکل بالمعروف، به اندازه ضرورت و معروف بخورد، استفاده کند، اشکال ندارد. خب حالا اینجا عمر ابن خطاب میگه من خود به منزله سرپرست مال یتیم قرار میدم. اگر استغنیتو استعففتو، اگر پولدار بودم، دارایی داشتم، استعفاف میکنم، هیچ استفاده نمیکنم. و این از مال بیت المال نمیگیرم. و این افتقرت و اکلت بالمعروف، اگر نیازمند بودم طبق معروف استفاده میکنم، از او میخورم. یعنی ذخیره هیچی نمیکنم. هفتم کان مبدأه فی سیاست الخارجیه، قانون عمر در سیاست خارجیش حرص بر نشر دعوت بود. همیشه حریص بود که دعوت اسلامی نشر بشود. فقط کان شغله شاغل ان یؤم الاسلام، مشغولیت اساسیش این بود که اسلام در تمام زمین پخش شود، در کافه اقطار متباعد و دور جهان. فمد الفتوح طولا و عرضا و شرقا و غربا، در شرق و غرب طول و عرض حکومت اسلامی را وسعت بخشید. اما نه فقط به خاطر جهان گشایی، قدرت طلبی و اینها، نه، اصلا به همین خاطر نتیجه مثبت داد. که شام در همون زمان فتح شده، فلسطین در همون زمان فتح شده، مصر در همون زمان فتح شده و تا امروز جان فدای اسلامن. اگر اینا به زورکی می بود، فکری نمی بود، بر اساس یک قانون صحیح نمی بود، به این حالت نمی‌ماند. هشتم مراقبت الولات و تحذیر من ظلم الرعیه، والی های خود بسیار مراقبت میکرد، بر حذر می داشت از اینکه به رعیت ظلم کنند. و استعداد تام للاختصاص منهم، خیلی استعداد قوی داشت برای اینکه قصاص بگیرد از آنان، جزا بده. و بعد از تمام زحماتی که در، البته اینجا خیلی مختصر آورده فقط برای بیان همون نشانه های بزرگ سیاسی دوران خلافتشان، وگرنه بحث خیلی طولانی تر از این است. وفاتش توضیح میده که عمر ابن خطاب 10 سال و چند ماه، 10 سال و 6 ماه تقریبا، 10.5 سال خلیفه مسلمین بود. و کان رضی الله عنه یسأل ان یمن علیه بالشهاده فی بلد النبی صلی الله علیه و سلم، همیشه از الله طلب میکرد که برای من شهادت را در شهر پیامبر خود نصیب کن. و اللهم ارزقنی شهادتا فی سبیلک،
مرا در راه خود شهید بگردان و مرگ مرا در شهر پیامبر خود قرار بده، که روایت صحیح البخاری است. و ایشان بعد از اینکه ابو لؤلؤ مجوسی آخرا به دست کی کشته شده؟ به دست مجوسی، به دست یک آتش پرستی که برای او امنیت دادن، جا دادن. این آتش پرست غلام مغیره بن شعبه در سال 23 هجری در نماز صبح، زمانی که برای مردم امامت میداده، ایشان را با حربه زده و بعد از چند روز به شهادت رسیدن. الله رحمتشان کند و رضی الله عنه و ارضاه. و این شد خلافت عمر بن خطاب رضی الله عنه. اما دوره خلافت عثمان بن عفان رضی الله عنه و چگونه خلیفه شدن، اگه چی که ما در عنوان خود آوردیم زندگانی 3 خلیفه، اما متاسفانه فرصت نشد. ان شاء الله 2 خلیفه دیگر، عثمان بن عفان و علی بن ابی طالب رضی الله عنهما، در جلسه بعدی خدمت شما تشریح خواهم کرد. الله سبحانه و تعالی همین ما شما را حفظ کند و پیرو راه حق قرار بدهد و ما را از اهل انصاف و اهل تقوا و پرهیزگاری بگرداند. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك و اتوب الیک.